د سپیشلی څښتن تعالی په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلام وخت مو په خیر هیله مند یم روغ جوړ صحتمند اوسئ او د ګرمي شپې ورځې په ارامۍ سره تېرې کړئ قدرمنو اوریدونکو زه نن د کابل یوې داسې سیمې او داسې مارکیټ ته راغلی یم چې دلته متفاوت شیان خرڅېږي هغه دا چې موږ همیشه وایو چې یوه میرمن یوه ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه کولی شي د یو کور په اقتصاد کې رول ولوبوي په ډېری کورنیو کې زیاتره میرمنې هڅه کوي چې د مالداریو د نورو خیاطۍ ترڅنګ نور کسبونه زده کړي تر څو پورې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي نن داسې یو مارکیټ ته راغلی یم چې هلته څو دوکانه دي چې دوی په یو کې یو میرمن چې هغه فاطمه نومیږي د رزین په نوم یو ډول مایع چې له بهره یې راورده کړې ده د څخه ځینې توکي جوړوي میوهدانیان یې جوړوي ساعتونه جوړوي او ځینې نور تزئیني توکي جوړوي بیا یې په انلاین ډول خرڅوي دا ډېره په زړه پورې خپرونه ده تاسو به دلته د میرمنو هغه هڅې دوی هغه همت وګورئ او د دوی د لاس جوړ شوي توکي وګورئ دا خپرونه مې همدوی ته ځانګړې کړې ده د ما سره اوسئ سلام علیکم سلام خوب هستین بخیر هستین صحت شما خوب روز بخیر روز شما بخیر صحت شما خوب است مزاحم کار شما نشده باشیم مراهم هستید تشکر من امروز خواستم که یک برنامه متفاوت داشته باشیم با تلویزیون رنا و که همت و شجاعت خانم افغان به نمایش بگذاریم و ببینیم که خانم افغان با وصف محدودیت‌ها و مشکلات که در جامعه متاسفانه حاکم است اونا کار میکنن امروز اومدیم برنامه را به شما و دیگه دختر خانم‌ها اختصاص دادیم دیگه امید است ما را بپذیرین بخیر باشین تشکر زنده باشین تشکر که اومدین در فروشگاه ما و هنر ما رو به نمایش گذاشتید لطفاً است میشه در خصوص یک تعارف از شما برای زنده ها داشته باشیم بله من فاطمه حسینی هستم و مدت 6 ماه میشه در فروشگاه ماستر رزین در بخش فروش محصولات رزینی و تدریس هنر رزین فعالیت دارم چقدر عالی چی باعث شد چی فکر کردن که اقدام کردن یعنی مشکل است در افغانستان همچون اقدام کردن یک همت و یک دل گرده کلان میخواد چطور تصمیم گرفتن کی تشویق کرد من خیلی هنر زیاد دوست داشتم وقتی همراه هنر رزین آشنا شدم فهمیدم هنر رزین میتونه یک هنر واقعا پردرآمد باشه در پالویی که یک هنر است یک درآمد واقعا خوب میتونه برای طبقه اوناس هم باشه به خاطر همین تصمیم گرفتم همین هنر پیگیری کردم و تونستم در این هنر موفق باشم و هر هفته هنرجوهای عزیز فارغ میشن از صنف عالی است یعنی شما در حالی که به فروش میرسونین اشیایی که شما از مواد رزین جور میکنین یعنی شاگردا هم دارین بله ما در کنار از اینکه فروش محصولات رزینی داریم هر هفته هنرجوهای عزیزم از اینجا فارغ میشن عالی است عالی اقدام نیک خدمت به وطن وقت خب بر ما در نخست در مورد مواد رزین که رمیجا اگر اجازه شما باشه یک چیز ماده نوشته هست رزین این چی است مواد از کجا شما میارین به دست میارین و چی است مواد این مواد یک مواد شیمیایی می باشه و همراه هاردینر وقتی که مخلوط شود یک چیز ما ظرفای مقبول جور میشه یک کلچه خوری دو طبقه می باشه و این مواد ما از کشورهای خارجی تهیه میکنیم و به قیمت خیلی مناسب به بانوان عزیز عرضه میکنیم خب این نمیشکنه من نه نمیشکنه این ناشکن هم هستن خب این اگر آمیانه با این کلچه‌دانی دو طبقه است بله کلچه‌دانی دو طبقه توسط مواد رزین یا مایع رزین این شما تنظیم کردید دیگه ترکیبا هم داره دیگه ترکیب دیگه اشیا مواد هم است بله در این ترکیب که است رزین می باشه و هاردینرش می باشه هاردینر که است همین رزین تبدیل به جامد میکنه هاردینر بله تا این نباشه این تبدیل به از مایع تبدیل به جامد نمیشه و برای این قسمتاش که استفاده کرده بودیم ما برای از ورق طلا استفاده میکنیم و رنگای مخصوص داره رنگای خمیری داریم رنگای پودری داریم رنگای اکریلیک می باشه و خیلی یک تنوع زیاد است در رنگا و مشتریای عزیز میتونن به اساس هم ست خانهشان رنگ ظرف دلخواه خود انتخاب کنن و خانه خود ست کنن ظرف خود. خانم فاطمه میشه بگین که شما این کارا را دقیق در کجا مختن کجا یاد گرفتید؟ من شروع این کارا را از ایران یاد گرفتم چون من اونجا متولد شدم. بعد وقتی آمدم افغانستان دیگه تصمیم گرفتم این هنر را گسترش بدم و در افغانستان این هنر بیشتر دیده بشه و خوشبختانه که بانوان عزیز این هنر خیلی زیاد خوش کردن و خیلی زیاد یعنی پذیرایی کردن عالی است. خب حالا دختر خانمان شما میان که یاد بگیرن به شکل کورس یا تدریس میکنن بله یاد میدین بله هر هفته ما از روز شنبه الی پنج شنبه صنف داریم و روز پنج شنبهش که شد بهشون سرتیفیکت معتبر اهدا میگردن
و بعد از اون میتونن خودشون فعالیت خودن مستقلانه آغاز کنن. عالی است، عالی است. اقدام بسیار عالی و ابتکار بسیار عالی توسط خانم با همت افغان، خانم فاطمه، که هم خدمت است و هم تلاش به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان و یک دوش داشت و در شانه به شانه با شوهر خود یا دیگر اعضای خانواده به خاطر بهبود اقتصاد خانوادهشون. کارتان عالی است، ستودنی است و افتخار میکنه بالای شما. تشکر از خودتون. چی جور جور میکنین؟ بیاین کلچه‌دانی دیدیم مثلا چیزا رو نام بگیریم، چیزایی که هست در تصویر ببینم. بله. این که از کلچه‌دانی 2 طبقهش میباشه. این هم چاکلت دانی یا قابکای خردترکش برای میوه خشک ازش استفاده میشه. و این هم که در صنفای جور کرده بودیم هنوز تکمیل نشده. این هم کلچه‌دانی 2 طبقه میباشه ولی پایه‌هاش شاله مانده نشده. و این هم پدنوسش میباشه. این هم پدنوساش میباشه. چقدر عالی. من میترسم که میدانش نه ناشکن هستن دلتان جمع. بله یعنی برای فامیلایی که زمان بیربار داره اطفال داره ناشکن هست. بله یا ناشکن هستن. خوبیش هم نیست که یا ناشکن هم میباشه. بسیار عالی. یعنی سایز کلان نشه، سایز خردترش میباشه. از توسط مواد رزین و هاردنر اینا جور شدن، یعنی واقعا مقبول است. یک چیز نو. ساعت ها هم هست خیلی خوب میکنه. این ساعت یعنی تکمیل نشده، اینی هم تقریبا تکمیل است. بله. چقدر عالی. این ساعت ها را که یعنی هاردنر و مواد رزین است. بس رنگا میباشه هاردنر و بیسای چوبیش هم ما در فروشگاه داریم. شاگردان میاین از زمین یا هنرجوی عزیز میاین مهیا میکنن و برای خودشون آماده میکنن. خانم فاطمه در ذهنتون است در کل چند قلم تا فعلا شما جور کردین؟ چند قلم دارین فعلا یا به بازار رسوندین به فروش؟ چند قلم در کل؟ مثلا پتنوس هست، کلچه‌دانی هست. این که به صورت اسم دانه‌ای نمیفروشی، ست مکمل است. خب باز برای ایدا دیگه فرمایشات زیادتر میباشه. در این چه بیشمار است دیگه، شمارش از پیش ما رفته چون خیلی زیاد است. خدا با خانمای عزیز هنر خیلی دوست دارن. بله دقیقاً. خب میام روی ازی که شما صفحه دارین، اینستاگرام دارین، چی دارین و چه قسم مردم بلخصوص دختر خانم‌ها با شما بپیونده، از شما یاد بگیره و از اقلام شما مستفید شه؟ بله خانمای عزیز میتونن و همه هنرجوی عزیز و هم کسایی که میخوان این هنر یاد بگیرن، هم کسایی که میخوان این وسایلش مهیا کنن، از پیج ماستر رزین میتونن این هم ظرفایش فرمایش بدن، هم مواد اولیه‌اش را به دست بیارن. بله، یعنی شما صفحه آنلاین دارین و هر کس بخواد پتنوس، کلچه‌دانی، هر سیتی کار داشته باشه و شما تماس میگیره و شما ارسال میکنید. بله، حتی مواد اولیه‌اش هم ما ارسال به خارج داریم. آها بسیار عالی. چون علاقه‌مندای همین هنر در خارج هم میباشن، خارج از کشور، و همه روزه بهشون ارسال داریم به خارج از کشور. مواد اولیه‌اش شامل قالب‌هاست. این قالب‌های یکی از چیزای مهم در این هستن، قالب‌های سیلیکونی هستن. به چقدر عالی. همین ظرفا از طریق داخل همین قالب‌های یعنی به سبب از این قالب چوکات از این جور میشه. بله اصلی مهمترین چیزاش که همین قالب‌های سیلیکونیش هم میباشه. ما رزین و هاردنر رو داخل این قالب‌های سیلیکونی که میندازیم، بعد از 24 ساعت الی یک هفته یا خود محکم به پخت نهاییش یک هفته میرسه، بعد از آماده فروش میباشه. عالی است، عالی است. خب میام در مورد قیمت‌هایشان خانم فاطمه. وقت ارزش از بالاتر است چون به توسط یک خانم‌های افغانی جور میشه، تولید وطن خود ماست، اما بازم قیمت‌هاش نسبت به بازار و مثلا ما شما دیگه جنس‌ها داریم مثلا از شیشه و پلاستیک و نمی‌فهم چی نسبت به شیشه و پلاستیکی کمی قیمتاش بالاتر است. اون یک چیز خاص است. مقاومتش هم شاید بیشتر بیشتر است، اما یک چیز خاص است، یک چیز مدرن است، نه اومده. یک ستای مثلا 6 نفرشون در خانه‌ای مثلا 8000 میایم و ستای 12 نفرش تا 16000 الی 18000 افغانی میشه. خب در مورد با تایمای کاریتون میگم، تایمای کاریتون چند تا چند است و دومی که فروشات چطور است نسبت شما آغاز کردین از روزهای اول، هفته‌های اول آغاز کارتون تا حال چقدر متفاوت شده؟ شکر خدا دیگه فروشات مواد اولیه‌اش خوب است. چون ما قیمت‌های مواد اولیه رو در فروشگاه خود کوشش کردیم بسیار پایین بیاریم. چون وقتی که خانم‌ها پیش از اینکه مثلا من این فروشگاه رو باز کنم یک سرویس میگرفتن، برای مثال اگه میخواستن که 10000 میگرفتن بعد 9000 رو مواد اولیه‌اش میخریدن. به اون خاطر من تصمیم گرفتم قیمت مواد اولیه‌اش بسیار پایین آوردم. به اون خاطر شکر خدا مشتری‌ها خوب است، چون قیمت‌ها پایین است، مشتری‌ها زیادتر میباشن. خب خانم فاطمه، ممکن یکی از نهادهای مثلا جهانی یا یکی از مؤسسات اینجاها یا یکی از تجاران ملی کشور اگر شما را حمایت بکنه، ممکن به نحوی که شما خواسته باشید در قسمت خرید مواد خام یا هم دیگه چقدر شما میتونین بیشتر و بهتر کار بکنید این راستا؟ ولی مسلما اگه کسی بتونه مثلا ما رو حمایت کنه، چون ما واقعا سرمایه زیادی نداریم، با سرمایه خیلی اندک شروع کردیم و همراه مو سرمایه اندک
کوشش کردیم بسیار به فایده کمی ما مواد ما رو به فروش برسانیم. اگه کسی بتونه ما رو حمایت کنه که بسیار خوب میشه و میتونه یک کمک بسیار خوب به بانوان افغانستانی میشه. خب الکس، سوال دقیقاً این که من قبلا در آنانس گفتم که خانم ها واقعا در هر جا، اگر در قریه و قصبات کشور ببینیم در بخش نگهداری، مالداری و حتی زراعت یا خیاطی، حداقل دوش پدر و برادر یا شوهر کار کردن، در اقتصاد خانه سهم گرفتن. شما هم یکی از اون خانم‌هایی هستین که در پهلوی خانوادهتان مثلا در اقتصاد خانه‌تان سهیم هستین. محدودیت‌ها، چالش‌هایی که پیش روی شما است چی است و اگر به نظر شما مرفوع شود چقدر میتونید بیشتر و بهتر کار بکنید؟ شکر خدا از طرف فامیل که محدودیتی نداریم و فامیل ما بسیار روشن فکر می باشن و از خاطر جامعه دیگه خودشون به شما معلوم است نیاز به گفتن نداره و اگه که بتونن نمی شرایط بهتر شه مسلماً که و کار ما رشدش بیشتر میشه و میتونه این هنر تمام بانوان افغانستان یاد بگیرن. یعنی شما باز که یکی از منبع عایداتی بر شما است، فکر میکنم که محبت و شوق علاقه بیشتر به می کار داره حتما. بله چون من از طفولیت عاشق همین چی بودم، هنر بودم. وقتی همراه هنر رزین آشنا شدم واقعا یک هنر بی نهایت است، یعنی اصلا نهایت نداره که همین صنفا خلاص شد دیگه، درسام همون چیزی بود، فقط در صنفا آموزش داده میشه و خلاص. بعد از اون خودت باید خلاقیت داشته باشی، ابتکار داشته باشی و خیلی چیزای نوآوریایی میشه همراهش داشته باشی. در بخش ترکیب رنگا میتونیم همین ترکیب رنگا رو از پیش خود ما دیگه ترکیبای نو، یک رنگای نو به ایجاد بیاریم و خیلی هنر واقعا عالی است. خب هر کاری که در خود شروع میشه ابتدایی باشه، با گذشت زمان هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت بهتر و خوبتر و بیشتر میشه. در ذهن ما چیز هست که در آینده اقلام را جور بکنین، تولید بکنین که تا حال جور نکردین، مثلا از مواد رزین مثلا فعلا هیچ چیزا رو جور میکنین؟ یک چیز در ذهن شما باشه که بهتر و بالاتر باشه. بله، من تا حالا فقط رشته هنر زرفاش و ساعتاش فعالیت داشتم. تصمیم دارم در آینده میزای رزینی هم جور کنم. بهترین میزای رزینی که واقعا در بازار فعلا پرفروش هستن و قصدم به نحو اعلی یک دونه میز رزینی خیلی خوب جور کنم. بسیار خب. این فروشگاه ماستر رزین فقط شما را از طریق شماره واتساپ و اینستاگرام باید دختر خانم‌ها پیدا بکنن که اگر یاد میخوان بگیرن یاد بگیرن و اگر بر خانه خریداری میکنن از اینجا خریداری میکنن. بله. خب میایم یک پیام شما را هم داشته میباشیم. متاسفانه بگویم ممکن در بعض خانواده‌ها خانم‌ها را شجاعت و همت و خانم‌ها را دست کم بگیرن، اما در کل نیست. خوشبختانه بیان شما هم یک خانم هستین، همت یک خانم برای ما تعریف بکنین و اینکه در خانمی که اگر حمایت خانوادگی داشته باشه چقدر میتونه در راستای تقویت اقتصاد خانواده و یا هم هر کار دیگه اونا بهتر و بیشتر از دیگران کار کنن. به نظر من خانم و آقا وقتی کنار هم باشه و دست به دست هم بتونن، اون وقت میتونن که یک خانواده موفق داشته باشن. نمیشه که بگیم فقط باید یک مرد باشه که درآمد داشته باشه، یک خانم هم باید شانه به شانه مرد کار کنه و بتونه اقتصاد خانواده رو مهیا کنه. سپاس خانم فاطمه. میشکم در مورد قبلا ما قالب بگویم آمنه، قالبای سیلیکون این سایزهای مختلف است، درست؟ سایزهای مختلف داره. برای ظرف که اصلا از سایز 35 شروع میشه، سایز 35 برای کلچه دانه میباشه و خردترین سایزش یعنی سایز 13 میباشه. بله. یا برای زیر گلاسی میباشه. خب این قالبان با فروش میشه، با مواد رزین و هاردنر کار میشه. در این قالب هر چی خواسته باشن جور میشه. بله، هر چی که خواسته باشن جور میشه. قالبا باز خراب نمیشن، یعنی چند بار کار میکنن. این قالبا بالای هم 100 دفعه استفاده میشن دیگه. بالا. خب میم در پایین بعضی اقلام دیگه هم هست، این را فقط بخاطر تزیین دکان بخاطر فروش بیجا گذاشتین یا هم تولید خودتان است؟ اینیا خاصن تولید این گلا که از تولید خود ما میباشه. گلای تازه رو میگیریم، خشک میکنیم و به فروش میرسانیم. و یا دیگه چیزای نیاز است که برای ظرفای رزینی استفاده میشه. سپاس خانم فاطمه. در اخیر ما میریم نزدیک کسایی که خارایی که در اینجا هم مصروف هستن، چیز اگر از نظم ما مانده باشه، گفتنی اگه داشته باشی، پیام داشته باشی بر خانم‌ها و خاص داشته باشی و اینکه چقدر خودت تصمیم قاطع است که در این بخش کار کردی، کار پیش بری. من تصمیم همین است که بتونم همین هنر رو به تمام بانوان افغانستان بتونم گسترش بدم و بیاموزن و پیشنهادم به بانوان عزیز همیشه که میتونن همراه ظرفا یک خانه واقعا مقبول داشته باشن، ست بی‌نظیر داشته باشن و ظرافت خانهشان بالا میره و هنرجوهای عزیزی که میخواین این هنر رو یاد بگیرن هم از طریق آنلاین هم حضوری از طریق پیج ماستر رزین ما رو تعقیب کنن و هنر خود به درآمد تبدیل کنن. بسیار تشکر با همت بالای شما. احترام خانم فاطمه، قربان و ما مطمئن هستم روزی بیایم که
مارکت مملو از اقلام شما باشه که تولید کردین و نوبت نباشه، قطار مردم دیده نباشه. خانمای افغانی رو شما حمایت میکنین و به فروشگاه ما میایین. سپاس بخیر باشین. بخیر باشین. قدرمن لیدونکو اوس هم ځو د همدغه مارکت دننه یو بل دکان ته چې هلته هم زموږ افغان خورکۍ د دې لپاره چې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ حلاله روزي وګټي کار وکړي او دلته کار باندې بوخت ده. زموږ خبرونه دې ته همدې ته ځانګړې شوې ده چې نن د افغان د ښځو هغه همت چې دوی د بېلابېلو برخو کې د کار لپاره هڅه کوي هغوی ته ورشو. دا هم یو ستر بل دکان دی چې دلته هم بېلابېله جامې دي، دوی سره به هم خبرې اترې ولرو. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوش آمدید. خوب صحتمند باشید. خیلی خوش آمدید باشید. تشکر. مزاحم شما شدیم، اما امروز خواستم برنامه ما متفاوت باشه که کارکرد و فعالیت خانم‌های افغان برنامه‌اش بگذاریم. بسیار تشکر که فرصت دادین. خیلی خرسند هستم که شما اومدین و خیلی خرسند هستم از اینکه خانم‌ها رو حمایت میکنین و تشویق میکنین. بخیر باشین. تشکر. میشه خود معرفی بکنین و در مورد فعالیتاتون صحبت بکنین؟ من تمنا علیزاده هستم، فارغ التحصیل از رشته پلان پالیسی آموزشی می باشم که مدت 3 سال میشه. من امی برند خود ایجاد کردم که ابتدا به صورت آنلاین بوده و فعلا به صورت حضوری فعالیت میکنه. خب چطور فکر کردین، تصمیم چطور گرفتین که حمایتتان کرد، تشویقتان کرد که یک همچین اقدام بکنین؟ حمایت خو شکر خدا از طرف فامیل بود که خوشبختانه برادرای مدعی ارث مرا زیادتر کمک کردن، همکاری کردن. حمایت از اونا بودن و من می‌قسم که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از پانتون در جستجوی کار بودم که من چون عادت ندارم زیر دست کسی کار کنم، تحملش ندارم، به این خاطر من به این فکر بودم که یک بزنس یا یک کار از خود داشته باشم. بعد از جستجو و همین که دیدم که علایق من به کدام سمت است، باز من تصمیم گرفتم که همین کار شروع کنم. بسیار عالی، فوق‌العاده است. چطور از کارا چطور میگذره و مراجعه دختر خانم‌ها چطور است؟ به صورت آنلاین شما کار میکنین، چقدر یعنی جا گرفته کار شما؟ ماشاءالله خوب است. اگر من از لحاظ فیصدی بگویم که 80% خوب است، 20% خود طبعا در هر کارو یک کمی کاستی خودم میگیرم، مگر 80% شکر خدا کارهای ما خوب است و سفارشات زیاد است. اگر ما فیصدی بگوییم روزانه ما 3-4 سفارش می داشته باشیم. عالی و فوق العاده است. خب میشه برای بیننده ها همین لحظه دختر خانم‌های افغان که شما را میبینن، شما الگو به اونها هم شده میتونید که کسی که تا حد لیسانس تحصیل کرده و خانم فهمیده و تحصیل کرده است امروز اقدام میکنه در کابل و در پهلوی برادران یا دیگر اعضای خانواده خود استفاده میشه تا کار اقتصادی هم بکنه و مصروفیت شغل خوب داشته باشه. میایم روی لباس ها میشه یک معرفی بکنیم، اونا ببینن بیاین بخرن. حتما چرا نی؟ اول خب ما بگویم زیادتر کارهای ما سفارشی است. هر اون سفارش که داشته باشه، لباسای عربی باشه، حجاب باشه، لباسای ساده باشه، لباسای افغانی خودمون باشه، ما بهشون آماده میکنیم و فعلا لباسایی که از زیادتر ترند و مد لباسای موردوزی می باشه. قسمی که مشاهده میکنین زیادتر لباسای ما موردوزی است، میگیم دوزی است که تمامش دیزاینای عربی است. خب دیزاینای عربی هست. این لباسای محفلی گفتم میشه یا ساده هم میتونه خود لباسای روزمره است که میتونن در یک پارتیکای خود استفاده کنن. باز لباسای محفلی ما بهشون این نگیناش باز نمیرسه؟ نه خیلی این نگیناش ما اول شیرشکاری میکنیم و بعدش دستوزی میکنیم مکمل. لپاشش هم و اگر در ماشین لباسشویی اگر چه باز مشکل نیست یعنی خیلی راحت میتونن که در لباس ماشین عالی است. اینا هم همچون لباس هست عربی است؟ بله بله، یا لباسای ساده ماست، حجاب است که میتونن در روزمره استفاده کنن که کاملا ساده است، یک خط موره کار شده، میتونن روزمره استفاده کنن. میریم طرف لباسای دیگه میشه شما معرفی بکنین. خب یا هم بفرمایید طرف یا حجاب هستن که میتونن روزمره استفاده کنن. حجابای ساده است که
میتونم با یک چپن یا حجاب؟ بله چپن یا حجاب بالای لباس روزانه. بله یه تمامشون با لبل بس شما هست؟ بله شما میکنین؟ بله که قسمی که ما در ابتدا فراموش کردم بگویم که برند ما بوس است، لبل ما تحت همین ما فعالیت خب شما صفحه فیسبوک و اینستاگرام گپا دارین؟ بله صفحه اینستاگرام داریم برام بوس بوتیک است و صفحه فیسبوکمون دلیوری تبن دارین به خانه آنلاین میرسونین به خانه؟ بله تنها کابل داره تو هم؟ در 34 ولایت ما ارسالی داریم، حتی خارج از کشور ما ارسالی داریم که خوشبختانه دوستای ما از استرالیا و آمریکا سفارش میگیریم، سفارشاتشون در به منزل میرسونه. بسیار فوق العاده است. من این طرف هم فکر میکنم که چپن هست. بله بله یا حجاب است، چپن است، حجابای سیاه است ساده که تمامش قسمی که گفتم دستوزی می باشه، کار خانم‌های وطن خود ماست، مکمل موکندوزی شده، یعنی یک بار مصرف چیزی نیستن، میتونن که در ماشین کالوشی هم بپوشن استفاده کنن، هیچ مشکل نداره. خب خانم یک چیز دیگه که شاید از جمله نادرات گفتن نمیتونم اما محدود خانم های افغان باشن که تحصیل کردن با واسه که ممکن که مشکل اقتصادی هم ده حد نداشته باشن چون دیگه اعضای خانواده مسئولیت خانه داره، اما شما در همچین شرایط اقدام به این میکنین که حداقل یک دکان داشته باشین در شهر کابل و لباسا رو به فروش برسونین. یعنی یک کار بسیار زیاد عالی و فوق العاده هست. خاصتان پیامتان مشورتان به دخترای افغان دیگه که اونا حداقل بلد هستن یا خیاطی را یا میتونن ذهنشون به حد فعال است که میتونه کسب کار یاد بگیرن چی است؟ ما از دختر خانم های عزیز یه خواهش دارم که امی هستن هرچند اگر خانوادهشون ثروتمند هستن، پدرشون بیادرشون یا شوهرشون، مگر مستقل بودن بهترین چیز است. میتونن خودشان از خود حایط داشته باشن، کار کنن از اون هنر که دارن. قسمی که شما گفتید خیاطی است، آرایشگری است یا هر هنر دیگه است، میتونن از او استفاده کنن و خودشان مستقل باشن و خودشان مستقلانه کار خود انجام بدن. سپاس که بر ما فرصت دادین و به کارهایتان برکت. امید روز باشه که بیشتر از این پیشرفت بکنین و شاید از این باشیم که یک فروشگاه بزرگتر از این داشته باشیم ان شاء الله. خیلی خوش آمدید. سلامت. هم یو افغان نجلۍ د خپل کور د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره یو ګام اخیستی دی چې په زړه پورې دی. تشکر، بخیر باشین. سلامت باشین. خوب است انشالله. تشکر. میشه خود معرفی بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سونم لطیف زاده هستم، مؤسسه بنیانگذار بلک دایموند در بخش تولیدات لباس دستوسی و لباس افغانی فعالیت دارم. عالی است. چطور اقدام کردین باز که محدودیت ها هست هنوز در اجتماع ما در افغانستان خانم ها بیشتر نمیتونن کار بکنن یا مثلا خانواده اجازه ندارن یا مشکلات اجتماعی مانع کارشان میشه، چطور اقدام کردین شما؟ با وصف از که خودتان فرمودین محدودیت ها زیاد هستن، مثلا کاروبار شخصی میتونیم بکنیم ولی کاروبار دولتی کلا مثلا کار کردن در مؤسسات و یا مثلا فعالیت صنعت کلا محدود شده. من خواستم که از این محدودیت استفاده کنم و تولیدات خود داشته باشم، برند خود بسازم. از اینکه محدودیت ها هست من گفتم از محدودیت ها از چالش ها یک فرصت بسازم، خودم فعالیت کنم، استقلالیت مالی خودم هم داشته باشم و همچنین چند دختر خانمی که همراه ما کار میکنن اونها هم به استقلال مالی خود برسن و زمینه کاری را مساعد کنم. عالی است. چی کردین اقلام یا چیزهایی که شما تولید دارین و هم به فروش برسین چی است؟ لباسایی را که ما تولید داریم لباسای دستوسی عربی است، حجاب ها است که حجاب را دستوسی سفارشی میگیریم و تولیدات لباسای افغانی است که شما میبینید دوستان تصویر میبینن. تولیدات لباس افغانی داریم که در داخل از افغانستان و خارج از افغانستان هم سه بخش تولیدی ما ارسال میشه و صادرات خود داریم. خب شما به گونه آنلاین بیشتر به فروش میرسین اموالتان؟ آنلاین هم از حضوری و مسائل گفته میتونیم که 60% آنلاین است چون که کانتاکت ما امرای خارج از کشور است، از اونجا سفارش میگیریم و ارسالش میکنیم. این در کل گفته میتونن که کارها خوبتر روان است. خوبتر روان است. خب یعنی بسیار زیاد محدود خانمایی است که من شما یک همت میکنه کار میکنن. من قبلا هم گفتم
دختر خانمایی که درس خواندن یا هم کسایی که مثلا بلد هستن خیاطی یا کسب دیگه را، اونا دل دل هستن همین جرأت نمیتونن. پیام شما و خاص شما چی است؟ آیا هر دختر افغان میتونه هم شما یک مؤسس یک برند باشه و کار بکنه؟ ما همیشه به دوستا یک پیام دارم و برشان بازم تکرار میکنم تا که حرکت نکنن هیچ وقتی به موفقیت نمیرسن. تا که ما چالش نبینیم، ریسک نبینیم، ضرر نکنیم، شکست نخوریم، هیچ وقت به پیروزی نمیرسیم. اگر مهارتی دارن، چی در بخش خیاطی است، چی در هنرهای دیگه است، دختر خانم ما میفهم که خیلی هنرهای دستی زیادی را بلد است، صنایع دستی است، صنایع هنری است، مثلا نقاشی است، خطاطی است، هر کار هر هنری را که بلد هستن اقدام کنن. امروز اگر اقدام کنن فردا به پیروزی میرسن. اگر بنشینن که فردا اقدام کنن شاید دیرتر به پیروزی برسن. عالی است. دوست لطیف زاده میشه که در مورد لباسایی که در پالی ما قرار داره حداقل به دختر خانم ها یک تعریف تشریح بکنید؟ لباسای قرار داره دیست هم لباسای افغانی ما هست که مکمل دستوزی است. دوستان میتونن که ببینن لباس دستوزی است که تکیش است که لیلی متن کار شده، یخنش هم مکمل دستوزی است و قسمت خود دامنش هم دستوزی شده و همچون فیتی دامن پایین دامنش هم مکمل دستوزی است. چون ما کارو مردونه دستی میشه. کلا لباسای ما دستوزی است و همچنان لباسای ساده داریم. دختر خانم‌ها میتونین در یگان مجالس عادی و یگان مهمانی استفاده کنن. لباسای افغانی پرکار داریم. لباسایی هست که میتونن عروس خانم‌ها استفاده کنن. سفارشی تیار میکنین. همچنین لباسای جوری مثلا گند افغانی است با عروس میباشه، واسکه با خدامات تیار میکنیم. و همه قسم دیزاین‌های مختلف هست که فعلا مکان حضوری دکان اینجاست ولی در کارگاه ما لباسای بیشتر داریم و بیشتر سفارش میگیریم. خب بفرمایید این طرف. و در این قسمت هم که هست لباسای عربی دست‌دوزی هست. این دیزاین‌های ما است که مکمل تمامش دست‌دوزی است. حجابای ما هست که بس دیزاین‌های مختلف هست. حجابای دو پیس داریم، یک پیس داریم و چنان لباسای عربی ما در رنگ‌های متنوع است که اینا مکمل تمامش دست‌دوزی است و مثلا ماشین کاری و فرستکاری نیست. هر چی که در دکان می‌بینین تمامش توسط خود دختر خانم‌ها تولید شده. یعنی همین نگین یا موراش نمیرسه در نمیریزه در شستشو نمیریزه از خاطر که دست‌دوزی شده. خب شورش نیست که مثلا خطا بخوره یا بریزه. درست است. بیاین در اخیر باز هم یک پیام شما رو داشته میباشیم و خاص شما چی است؟ حداقل ممکن ممانعت ها یا محدودیت های در مقابل خانم ها در افغانستان فعلا باشه، اگر این رفع شوه و یک کدام نهاد یا هم از آدرس‌های تجاران ملی یا مؤسسات اگر شما را حمایت بکنه، چقدر میتونه که همین برند شما بیشتر کار بکنه، بیشتر آید بکنه؟ پیام داخلی است که اگر مؤسسات یا انجیو حمایت میکنه، تنها حمایت ما به خود نمیخوایم. مثلا شاید از ما کرده یک دختر خانم دیگه باشه که به حمایت بیشتر نیاز داشته باشه. حالا ما کسب و کار خود شروع کردیم، خواهی نخواهی یک روزی موفق تر میشم. فعلا موفق هستم، تولیدات خود دارم، ولی شاید یک دختر خانم باشه که ایده در ذهن داره، طرح تجاری داره، پلنش داره، ولی بودجهش نداره. بیاین ما میگم کورسای دایر شود که دختر خانم جذب شود، آگاهی‌های داده شود و اونا تدریس شود که مثلا چگونه تجارت خود آغاز کنن. نه که بودجه مالی کمک مالی شود. من میگم معلومات اینا افزوده شود که یک تجارت چگونه شروع کنن، چه قسم استارت کنن، چه قسم پیش ببرن، بازار چه رقم شناخته داشته باشن. این خودش از یک کمک مالی هم که بیشتر است و دوست دارم که دختر خانم بیشتر تجارت خود داشته باشن، کسب کار شخصی خود داشته باشن. هر چه قدری که یک دختر افغان به استقلال مالی خود برسه، همه قدر یک افغانستان رفاه و اقتصاد خوب داره. سپاس موفق باشین ان شاء الله. به همت شما به احترام با اینکه کار میکنین، من می‌نویسم که روزی باشه که بیشتر از این بدرخشین. ان شاء الله سلامت باشین. قدرمن لیدونکو هیله مندیم چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. دا د افغان میرمنو همت دی چې دوی راځي دکان جوړوي او خپله توکي جوړوي او بیرته یې خرڅوي. نو په دې هیله چې په ټولنه کې هره شته ستونزه د دوی پر وړاندې حل شي.
د رڼا ټلویزیون سربیره د رڼا یوټیوب چینل لري هم زموږ خپرونې لیدلی شئ. تر بلې خپرونې مو پاک الله